عزیز، امروز 26 دکبر سال 2027 قرار داریم در باغ من ناحیه ورزاب دهه چورباغ. این پیوندهایی که من بهاری کرده بودم گلاس بوده. گلاس در کنده پیوند بودم اینجا. ببینید چقدر چسبیده گرفته است. اینجا شد ببینید چقدر چسبیده گرفته. اینجا را خیلی گاوای همسایه شکستن. دیگر علاج نیست. خیلی چیکار کنیم؟ من این دیگر هایش ببینید چقدر گرفتگی کنده پیوند گفتن میشکند. نه فکرم نمیکنم که این شکندی. نبینید چقدر بقوت شدگی. باز از این هم بقوت میشد. خدا خواهد من این را ولی به شکل میدیم میبرم با کلته میکنم که نمیشکند امسال. نبینید اینش رو با بولش رو گو خوردی. نبینید همینجا گو کلش رو میدارد و میخورد. نبینید هر چی علاج در همسایگی خیلی گندگی کده نشود و یا گندگی میکنن و مونه. نبینید این پیوند هایی که در کنده کردگیم دیدید در کنده پیوند کرده بودیم. چخیل پیوند کردگیم من نشون داده بودم به شما. خدا خواهد سال آینده اینجا پر میشد. این 2026 نه 27 اینجا پوری گلاس میشد. پوری میشد. اینش گلاس پیوند پیشتر 2 سال پیشتر. همداران عزیز منم خیلی پیوند ها کنید. آلوچه هایتون رو پستر بریده کنید بهتر. از اونجا کنید بهتر. چونکه تیز بلند میشد قدرتون باید گلاس نمیرسد. در پناه خدا باشید. خدا نگهبان شما باشد. من این 40 تگ پوست پیوند کردگیم رو با شما نشان داده بودم. یاد گیرید جوان مردها باغ هایتون رو بهترین کنید.